فرستادن این عنکبوت از سوراخ روشویی همون چقدر بیفاده است. اونو نگاه کنید داره میره پایین، درست پایین این یه بوته بوتمن 11 شمردن بلد نیستی شاید چیزی که منتظرش این داره اتفاق میفته. داره نه به طرف کل اینه دیدی؟ عنکبوت خطم فراتر شد. تولدت مبارک. تو درد سر افتادی. ولی چند بود بگیرتش. بهتر چهارم دیگه گرفتش. واقعا خیلی شاهکار بود. عنکبوت جسد جلو بوتمن رو گرفت که البته اون هم خودش شکارچی درنده‌ایه و همه چی تموم شد. زهرش رو به بدن حشره وارد میکنه و بعد از داخل به بیرون شروع به هضمش میکنه و بعدش شکارش به تاریخ میکنه. حالا کادوهاتو بگیر. همش در یک چشم هم زدن. کادوهاتو بگیر. خیلی باحاله عنکبوتی که برای شکار ماهی سکر کنه چیه؟ آزش کنم؟ در جای موفقیت در سر حیوانات قرار میشن. مثال فوق‌العاده قویش و واکنش‌های سریعش خطر این رو وارد ما میراش می‌کنیم کجا رو میگیره؟ همه اینجا رو داره میگیره بابا ما فکر نمی‌کنم اینجا رو بگیره. بزرگترین و احتمالاً یکی از دارا رو مطمئنا نمیگیره، فقط داره معلوم می‌دونه چیکار فقط داره کیک رو میگیره. از همون اولم معلوم نبود همینجا بود دیدی؟ برای سالها دیدی خیلی باحاله این بود که مردم از غذای حاجت گوش‌ها در موقعی که مشغول صحبت کردن من یهو شکایت کردن. خیلی ممنون کاملا حواسم دوباره بگیرمش کات برای سالها چیزی که واقعا زندگی رو خراب می‌کرد این بود که مردم از حیات وحش بریتانیا شکایت کنند و بگن زیادی بیروح و خسته کننده است و سراغ شیرها و کوسه‌های با این من در بردم چجوریه ولی خب برای جواب دادن به این سوال بذارید گوش‌ها رو بهتون معرفی کنم. اون که بحثش کاری نداره گوش‌ها از پرنده‌های ساکن بریتانیا که در بخش‌های کوهستانی سنگلاخی کشور پیدا میشن و سریع‌ترین موجودی هستن که تا به حال وجود داشته و گفتم تا به حال همینو بس سرعتشون اندازه‌گیری شده و در واقع شیر گرفتن که بهش گذاشته میگن که باور نکردن یه 290 کیلومتر در ساعت میرسه. اونا پرنده‌هایی با اندازه متوسط مثل پرنده‌های آبی رو شکار میکنن ولی به خصوص از کبوترها قربانی شام نمیگذارن و با چنگال‌هاشون ضربه‌ای بهشون وارد میکنن و ازش میرن. آره میخوام بریم خونه خاله اونا شکارشون در حال پرواز میگیرن و همش تو چند ثانیه تموم میشه. صحنه شکار یقوش یکی از صحنه‌های دراماتیک، انفجاری و پرتکابوی دنیای حیواناته و برای نشون دادن اون ما تو برنامه‌مون یه آزمایش ترتیب دادیم که واسمون به کمک لوسی که یه شاهین 7 ساله اهلی شده است احتیاج داریم و همچنین به این ماشین سریع و پرزرق و برق و البته یه آسمون گرفته و سیاه فیلتر جادویی بزنیم. اساس ایدمون اینه که ماشین نقشه یک کبوتر رو بازی میکنه و من رانندگی میکنم. حالا من ما یکی از میشکنه الان برای همینم باید یه ماشین سریع داشته باشم. این چیه؟ کارش میکنیم؟ یکی بادکنک که بعد میتره که بعد این باشه بادکنک داره فشار میدی میتره که بعد این کم کم باد میشه یه دفعه این میتره که بعد تمام اتاق بویند جست میگیره. این تو اتاق سیاوش با به من آره خودش بدونه که بفهمن خودش درش بیا حالا بذارش رو می تویش بیا نکن بابا بخوام خودش خوردنی بذارشون رو حالا فشار بده پایین بشه
در بین سهیل اینا نگی ها. میخوای اونجا بهتری کنی که ندونه. آره نگیر اونا. کادو دیگه همش کادو. خدا داره تو پاکورش نکنی. اوه این میدونی چیه؟ خیلی خوب. اینو بازش کن بزن بازش. اما کردم روی که دیگه هر جوری تو اینو به هم بریزی من در از 1.5 ساعت درستش میکنم. 1.5 ساعت. آره. آها برد. اقلا زیاد نیست برد. من فکرم واقعا ما کردم روی که بس بیا. نه به هم نمیدونم بریز. دست نمیدونم اینقدر با یارو تو مغازه خریدی. خود طرف ببین چه عشقی میکنه. میگم تنها مغازه آدم میاد توش خنده با خنده میره بیرون. همین بقالی آدمو عصبانی میکنه. باحال بود نه؟ آره. یه فندکایی هم هست که میذاری رو میز میگه الان کسی سیگار نمیکشه. میخوان سیگار روشن کنم برمی‌دارن تا میزنن برق میگه برق. باید برای بهرام میخواه جون میده برای بهرام. فهمیدم. شد میخواست بشه ولی من هیچ دستی چیزی پرت نمیکنم. من پرت اینجوری میکنم نمی‌کنم. ول میکنم. به محض اینکه از اون من دستم آوردم حالت چیز پایین. میشه نه خب برمی‌گردم. ببینم. نه نمیکنم. من زیاد بعدم نیست میاد اون روز گلاب بهم خودکار داد برام من گرفت. خوب شد خودکارا رو نگرفتن یا خودکارم داشت. وقتی نشون میزنی برق میگیره. کردم من تو مغازه گرفتم. ببین به محض اینکه از این حالت چیزش در میاد برام. حساب پیدا میکنه. خب کادوهاتو دوست داشتی؟ خوبه نه؟ کیک می‌خوری؟ نه؟ گاهی کیک می‌خوری؟ اونو می‌بده دو ساعت دوست نمیتونی نگیره. چرا این از اینجا برای میاد. وقتی آدم بگه خیلی میگه احمقانه چرا نفهمیدی. ولی یه بار دیگه بکنم. ولی دارا میفهمه خیلی میگه. اصلا خوشحال آهنگش. ها؟ آهنگش. همه اینا چینیه ها؟ کلا داریم. تلویزیون رو رنگ